سلام رحیمی، خوش اومدید. رحیمی مراجعه کننده 55 ساله ما هستن. سابقه 5 ساله پنیک داشتن. دارو بهشون دادیم، وضعیتشون بهتر شده بود. یعنی که 10 روز اخیر 2 نوبت به صورت متوالی حمله پنیک به صورت افزایش فشار خون شدن. میشه بفرمایید چطوری اتفاق افتاد؟ من 3 روز بود از خونه بیرون نرفته بودم. بعد هوام خیلی گرم بود. خونه تنها بودم. یعنی 2 روز پشت سر هم تو خونه تنها موندم. گرما و از یه طرف تنهایی به اضافه اینکه میخواستم یه دوش بگیرم، برق نبود، نمیتونستم. احساس کردم که فشارم داره میره بالا. فشارمو گرفتم دیدم 16. ترسیدم، خیلی وحشت کردم. اصلا فشارم رفت بالای 18. مجبور شدم زیرزبانی استفاده بکنم. فرداش هم این قضیه دقیقاً تکرار شد تا اینکه رفتم متخصص قلبم و اینا اکو کردن، گفتن که مشکلی نداری، فقط یه قرص پروپرانول به من دادن. گفتم موقعی که تپش قلب میگیری اینو بخور. و قرص والسارتان هم که از قبل میخوردم. داروهای فشار خونتونه. یعنی به علت تنهایی و گرمای هوا و یک مقدار استرس استراب هم پیدا کردیم. بله. اینم بگم که مثلا دامادمون اخیراً شنیده بودم که سرطان گرفته، حالش خیلی بده، اینم افسردن کرده بود. پس اینطور میتونم ازتون سوال بپرسم که استرس استراب نسبت به روزهای قبل بیشتر شده بود، درسته؟ بله. وقتی استرس استراب بیشتر میشه و میگیم تو حمله پنیک، اینطور نیست که فقط تنگی نفس و تپش قلب و لرزش تعریف بیاد سراغ آدم. بعضا فشار خون بره بالا، رایز فشار خون داشته باشیم، اونم میتونه یکی از علائم حملات پنیک باشه. حالا با دوز داروتون رو تنظیم میکنیم تا این حملات تکرار نشه.